اف در فروکخانه ناودولتی محراباته لباجار تهرانی پایتخت ایرانی. آمدکارین تمام جبو پیشوازی کرنان چیروان بارزانی هاتنه کرن. جوان جی دانین آلا کردستان لنیزی آلا کمارا اسلامی ایرانی. هجمارک دیپلومات دیارین ایران کو پیوندیدارن به پرسان افچه د پیشوازی کرنا سروک هرما کردستان دا آماده نه کو به موستا بشتاری کرنا مراسم سوندخارنا ابراهیم رئیسی وک هشتمین سروکمار اسلامی ایران لتهرانیه. فروکخانه ناودولتی مهرآباد پیشوازی لسروکی هرمی کردستان کرا، پیشوازی که زور گرم و شایسته وکو پیشوازی کردن لسروکمارکانی ولاتانی تر بشیر شایسته و پیشوازی کردن للایان وزیرکی کابینه پیشوی حکومت کمار اسلام ایران و گوره برپرسانی تر که لشؤون عراق و کردستان اجدکن لو پیشوازی گرمه آماده بود. هرما کردستان و ایران پیوندیک بهز دوارن دیپلماسی، بازرگانی و آبوری ده هیا. دیپلماسیاتا نیچیروان بارزانی جی گرینگی به پیوندین هولیر و به گشتی ولاتین جیهان زلهز و به تایبتی جیرانان ده. ده سالن در باسبوی دجی نیچیروان بارزانی چندین جار سردانا تهران کریه. جوان جی بشتاری کرن ده مراسم سوندخارنا حسن روحانی و اکسر و کمار وی ولاتی ده مها تباخا 2013 و جوین لگل حسن روحانی ده کانونا دویمیا سال 2018 ده. ایوارا روژا پینشمه نیچیروان بارزانی ده مراسم سوندخارنا ابراهیم رئیسی ده بشتار بو و روژا این ششی مهه لگل رئیسی ده جوه و به هفره قالا پیوندین ده نافبرا هر دو آلیان و پیشهاته نافچه دکن. ایران در حال این حماسه بزرگ را آفرید و جلوه‌ای رئیسی دو گوتاره که دناف پارلمانتویا ایران ده درباره هنک پرسکریک نافخوین ولات خواه و پرس نافچه ده آخوی. از تحریم‌های ناجوانمردانه بحران‌های منطقه باید از طریق گفتگوهای کریز نافچه لسر بنگها گوتوبیجا راست و لوجیکیانه و پاراستنا مافیگلین نافچه تن چاره سر کرن. پرس نافچه دویل ولاتان بخوا بین چاره سر کرن و هزا کمارا اسلامی ایرانی سدما دابین کرنا آرامیه. ده سردان دا هر یک جو وزیر اوقاف و کاروبار آینی، روشنبیری و لاوان، کاروبار جواکی لگل سروک هرما کردستان نه. شانده که پارلمانتویا کردستان جی به سروکایتی رواز فایق، سروک پارلمانتویا کردستان جی ده مراسم ده بشتار بود.